این بشکه‌ها داستان روزهای سخت کابل را روایت می‌کنند. پایتخت افغانستان این روزها با بحران جدی کمبود آب روبروست. مردم برای تامین آب آشامیدنی مجبورند ساعتها در صف بایستند تا بشکه‌هایشان را پر کنند. این وضعیت زندگی روزمره آنها را سخت کرده است. والله تقریبا 3 ساله هر سال بدتر میشه از سال پیش. نه ما این 1-2 سال هستیم، پارسال خوب بود، این سال خیلی کمابیه، خیلی 50% کمابیه از پارسال. روزنامه سر کاریم، اینمی علم از سر کار آمدیم، مانده و زلده پشت آمدیم. اینمی مشکلات ها هست دیگه برای ما. از سوی دیگر با نزدیک شدن زمستان مشکلات مردم افزایش پیدا می کند. بارش برف و باران باعث مسدود شدن کوچه ها می شود و حمل و نقل آب را دشوار می کند. مثلا چند وقت دیگه زمستان می یخی میشه، برف دیگه، یک کوچه ها هم تنگ، مردم هم که برف بارشه میندازه داخل کوچه، بیخی راه هم بند میشه، او وقت بیخی باز مشکل میشه. در تازه‌ترین گزارش سازمان مرسی کارپس که در سال جاری نشر شد، سطح سفره‌های آب زیرزمینی کابل بین 25 تا 30 متر کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، نیمی از چاه‌های زیرزمینی کابل خشک شده‌اند. یونما و یونسف نیز در یک بیانیه مشترک سال گذشته هشدار داده بودند که آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 به پایان می‌رسد در صورتی که اقدام فوری صورت نگیرد. اداره محیط زیست گروه طالبان و فعالان محیط زیست میگویند دلایل متعدد باعث شده است تا آب‌های زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته به سرعت کاهش یابند. کمبود آب چند عامل خود داره. یکی خب بحث زیاد نفوذ، ساخت و ساز خانه ها و بلند منزل ها به شکل غیر پلانی و خودی شهر البته ساخت و سازش غیر پلانی بوده و هست و بحث عدم یا کاهش فرش نباتی در اینجا به خاطر جذب آب‌های زیرزمینی و خشکسالی. آبرسانی شهر کابل وابسته به آب‌های زیرزمینی بود. امروز شهر گسترش پیدا کرد، ساعات غیر قابل نفوذ بیشتر شده و باعث میشه که آب جذب زمین نشود. شهروندان کابل از مسئولان ولایت خود انتظار دارند تا برای رفع این بحران اقدامات فوری و جدی روی دست گیرند. دولت باید اقدام کنه، کار ملت نیه. دولت باید غمی ملت بخوره، اقدام کنه به این کار. از زمین مسئولین و دولت خواهش ما نیست که کمی غم ما را بخوره. شهروندان با نگرانی از آینده به دنبال راههایی برای تامین آب هستند، در حالی که مسئولان وعده بهبود وضعیت می‌دهند، اما تا اکنون تغییر چشمگیر دیده نشده است. ما در قسمت تغذیه آب‌های زیرزمینی وزارت انرژی و آب سعی تلاش داره که چک‌دم‌ها ایجاد کنه، بندهای کوچک آبی ایجاد کنه و حدوداً 417 چک‌دم یا بندهای کوچک آبی در پلان بود که نظر به فیصله مقامات به خاطر تسریع بخشیدن این موضوع این 417 بند به 3 ارگان تقسیم شد، مثلا وزارت زراعت و وزارت ضد حوادث و همچنان وزارت انرژی و آب که در حدود 250 چک‌دم ما در حال ساخت و ساز که 117 ساخته شده و متوقعش تحت کار است. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در 2 دهه گذشته، حکومت‌های قبلی به بحران آب در کابل یک راه حل اساسی پیدا نکردند. در 4 سال اخیر نیز با قدرتگیری دوباره گروه طالبان، کارهایی که بتواند واقعاً بحران آب را از بین ببرد انجام نشده است. بحران آب در کابل به یک چالش روزمره تبدیل شده که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این چالش نیاز فوری به برنامه‌های پایدار و راه حل‌های عملی دارد.